وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی رو که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفت است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفت است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک بعد از مراد از این می این نماز ای، مراد از این می این محفل های خیر ای. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر آن است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را به تمام لذتش جمع کو به یک بزم جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم، میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زارا میکرده خدای یک تکمالش در دنیا که مانده است، وقتی پیش خدا که میرفته زارا میکرده است، میدیده است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دست بیچاره را نگرفتم، زارا میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنه، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادرای عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شو اکو جخیدم گفتم که در یک